مثل این که داورا واقعاً با هادی مشکل دارن. هادی چوپان برای بار سوم نایب قهرمان مستر المپیا شد و کمربند قهرمانی رو به درک لانسفورد باخت. با این حال مسئولین برگزاری مسابقه قبل از اعلام رسمی قهرمان این دوره واسه این که دل هادی رو به دست بیارن جایزه مردمی مستر المپیا رو بهش دادن که با رأی مردم بهترین بدن انتخاب میشه. نکته جالب اینه که هادی چوپان طی 6 سال اخیر انقدر درجه 1 بوده که همیشه بین 3 نفر اول بوده، ولی همون سمسون داودایی که پارسال هادی رو شکست داد امسال 4م شد. هادی چوپان تا الان 3 بار نایب قهرمان شده و امسال هم با از دست دادن جایزه $600,000 به پاداش $200,000 بسنده کرد. ولی اینا هیچ کدوم از محبوبیتش کم نمیکنه. صفهای طولانی امضا و عکس گرفتن با هادی توی لاس وگاس گواه این مسئله است. من حس میکنم نمیخوان هادی اول بشه. نظر شما چیه؟ واقعا همچین نیتی دارن؟ دیر فکتو فالو کن که بازم حواشی داریم از مستر المپیای امسال.